این عروسک 80 تا کار اینجوری خریدم که مشتریمون که از شتاب و عملکرد جک جیفورش خسته شده بود به من پیام داد که آقا این آشغالی که انگار موتور تو اتاقه رو بیا برای من بفروش، یه مقدارم پول روش میذارم برای من یه ماشین رو با اصالت براش یه عروسک با اصالت پیدا کردم. بعد چشی رو سوار شدم به سرعت رفتم ببینم واقعا همون چیزی هست که میگن یا نه. دیدم یه سوناتای 2007 عتیقه اونجا بود. آخه مگه میشه بعد گذشت این همه سال یه خطم رو ماشین نیافتاده باشه؟ بدنه که مثل آینه، فنیش هم با آدم حرف میزد. هیچ پیچ این ماشین باز نشده بود، حتی موتورش هم باز نشده بود. زیر ماشین از روش تمیزتر. مهمترین قسمت ماشین از نظر من زیر ماشینه. داخل ماشینم که مثل روز اول. چرما و موکتش هنوز بوی نوئی میداد. انقدر که این ماشین خوب بود می‌خواستم برای خودم بخرم. بعضی وقتا یه سری ماشینا رو باید چشم بسته بخرید. قبول دارید اون موقع ماشینا یه حال و هوای دیگه‌ای داشتن. این ماشین با این وضعیت نگهداری حالاها به صاحب جدیدش کار میده. وضعیت کامل ماشین به خریدار اعلام شد که اگر اون نخره من قطعا میخرمش. منم که میدونید متخصص پیدا کردن ماشینای زیرخاکی‌ام.